با معرفی وبسایت‌های این هفته با ما همراه باشید. ganjur.net گنجینه شعر و ادب پارسی اونقدر گسترده است که به جرئت میشه گفت تمام طول عمر یک انسان کفاف مطالعه و درک نظم و نثر اون رو نداره. ganjur.net که خودش رو با عنوان آثار سخنسرایان پارسیگو معرفی کرده، گنجینه‌ای از آثار حدود 60 شاعر پارسی زبانه. گنجور تو صفحه اولش امکان جستجوی در بین اشعار رو فراهم کرده. ابتکار جالبی که گنجور به خرج داده و اون رو از سایت‌های مشابه متفاوت کرده به روزرسانی دائمی اونه. گنجور کتاب‌های چاپ شده‌ای که هنوز تو بانک اطلاعاتیش وجود نداره رو اسکن میکنه و بعد از تبدیل تصاویر اسکن شده به متن با استفاده از نرم افزار OCR به منظور اطمینان از صحت اونها رو به بازدید کننده ها نشون میده و به این شکل هر روز چند صد بیت جدید به بانک اطلاعاتی گنجور اضافه میشه. اگه به گنجور رفتید و از اون خوشتون اومد، میتونید نسخه رومیزی نرم افزار گنجور رو هم دانلود کنید تا برای دیدن اشعار نیازی به اتصال به اینترنت هم نداشته باشید. البته حتی اگه این کار رو هم کردید، باز هم پیشنهاد میکنیم هر روز به بخش بازبینی OCR سر بزنید و چند بیتی رو به گنجور اضافه کنید.